هفته خبر تو خبر داره براتون. از بکسوات لاستیک های عضوی تو باطلاق برجام و گره خوردن تحریم ها به جام زهر منطقه‌ای. بهانه‌های جدید آمریکا برای لغو تحریم ها. مشکل مبادلات بانکی جای دیگه ایه، جمله‌ای که با توضیحات بعدی تقریباً صریح‌ترین و شفاف‌ترین موضع‌گیری آمریکا رو در قبال ایران نشون میده. اینکه حل مشکلات بانکی که در سایه تحریم‌ها به وجود اومده حالا به موضوع هسته‌ای ربطی نداره و ایران باید از موازش در تحولات منطقه کوتاه بیاد. عظما فکر میکرد با یه جرعه از جام زهر یه شکافی توی دیوار تحریم‌ها ایجاد میکنه و خلاص. اما حالا گیر افتاده، چه گیر افتادنی. همه اینها در حالیه که جام زهر حقوق بشرم یواش یواش تو رگ‌های عظما جا باز کرده و داره همینجوری پسکی هولش میده عقب. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه میگوید حکم اعدام باید به سردسته قاچاقچیان بزرگ محدود شود. محمد جواد لاریجانی گفته من موافق محدود شدن این قانون تنها به اعدام سردسته های بزرگ و مهم قاچاق مواد مخدر هستم. لاریجانی گفته تغییر این قانون که بلافاصله تعداد اعدام ها را کم میکند در حال بحث است. همینجوری پیش برن امروز فرداست که کله پا بشن تو تشت زهر حقوق بشر. اما جدیدترین بدبختی آخوندا تو هفته گذشته همزمانی مسابقه فوتبال ایران و کره با شب عاشورا بود که بعد ولوله‌ای تو جمع عمامه به سرها انداخت و کابوس عاشورای 88 رو براشون زنده کرد. مسئله مسابقات فوتبال یه مسئله عجیبی شده. از طرفی تذکرات داده شده، بنده هم تذکر میدهم، و از طرفی اظهار میکنن که اگر این رو در ایران تعطیل بکنیم توالی فاسد زیادی خواهد داشت. اگر قرار است در شب عاشورا مسابقات فوتبال انجام بگیرد، دقت کنید باید فضای مسابقه 100% عاشورایی و کربلایی باشه. این دجالگری آخوندها طبق معمول به جایی نرسید و تو روز مسابقه رو عمامه‌شو خراب شد. این دوربین‌ها دارن شما رو نشون میدن چقدر شما عاشقید، چقدر عاشقید. یه لبیک به حسین بگید هر جا که هستید. من یه لحظه سکوت میکنم، میخوام عاشقانه لبیک بگی. من سکوت میکنم، بعدش میخوام بگی لبیک یا حسین. لبیک میگم بهت، همه یه چیز از امام حسین بخوان. من سکوت میکنم. آماده. همه صدای ایران همه ایران صدا بزنید. این همون آخوند پهنیان معروفه که فکر کرده با داد و بیداد و هارت و پورت میتونه زهوار در رفته بسیجی ها رو به سامون کنه. باید قدرت داشته باشی، باید برای این قدرت قبلا شمشیر زده باشی، برای حفظ این قدرت نیزه ها در مرزها وجود داشته باشد، دشمنان را تار و مار کند، باید قدرت در امنیت باشد تا یک زکات بگیرد. این هم یه نمونه از شاخ و شونه کشیدن‌های نیروهای تحت امر عظما که میخواد با نشون دادن درجهش و ادعای خون بازی به ولی فقیه طلسم شکسته دل بده. رهبر محضر انقلاب و فرماندهی محضر کل قوا فرمودند اگر ادب حجاج رو رعایت نکنید پاسخ ما سخت و خشن خواهد بود. من به عنوان افسر ارشد نیروی زمینی ارتش ایران واحد توپخانه به آل سرود اعلام میکنم من و سربازان تحت امرم برای یک رویارویی خونی چهره و تن
با مزدوران آل سعود مشتاقیم. اگر مشتری‌های ایرانی بر فراز عربستان به پرواز در بیاد، روز مثل شب سیاه خواهد شد. این هم یه نمونه از تمرینات سخت سربازان این افسر تشتک برای رویارویی خونین. بالاخره مشکلات سینمای ایران حل شد. این شما و این کلید مشکلات سینما. یعنی عالم دینی که نمیدونه مثلا سکانس یعنی چی، نمیدونه درام یعنی چی، نمیدونه شخصیت دغدغه‌اش هم نبوده توی حوزه دیگه کار کرده. بعد شما برید ازش چه سوالی میپرسید؟ حد اکثر میتونید سوالات دینی ازش بپرسید که فیلمتون انطباق با دین داشته باشد یا نداشته باشد. در حالی که ما واقعا نیازمند این هستیم که عالمانی داشته باشیم که ضمن اینکه به کلام دینی و تفسیر قرآن آشنا هستن، دنیای فیلم هنر و زیبایی بشناسن. این هم یه فیلم موزیکال ولایت پسند که حاصل کار همین آخوندهای سینماگره. سومین شمس ولایت یا حسین، از ازل تا بی نهایت یا حسین. ببینید کار به کجا رسیده که صدای این نوع خون قدیمی نظام هم در اومد و اینجوری پته نظام رو آب میریزه. موسیقی هم شاملش میشه. ما 37 ساله دافعمون خیلی زیادتر از جاذبمونه. این هم یه فیلم زیر خاکی از آخوند مهدوی کنی که توش فقط مونده یه ریش برای اینشتین بذاره و یه تسبیح هم بده دستش. چیزی نوشته بودن که اینشتین گفته من مسلمان شدم، شیعه هم شدم، طرفدار امام صادق هم هستم از کتاب‌های خارجی هم. که اینشتین میگه من وقتی که مسئله معراج پیغمبر اسلام رو شنیدم که این حرکت روحی رو میگه اینشتین میگه در من روایات اسلامی و روایات اهل بیت پیغمبر دیدم، فهمیدم اونا همین حرفا رو قبل از ما درک کرده بودن. ببینید تیویریش از بین این همه خبر تو دنیا چه خبری رو شکار کرده و گویندش هم با چه آب و تابی اون رو نقل میکنه. یعنی هر جا یه ترشی مونده ای هست آخوندا برای هم زدنش پایه. همسر رئیس جمهور نیجریه شوهرش رو تهدید کرده اگه مقامات ارشد و اعضای نالایق کابینش رو عوض نکنه در انتخابات بعدی رأی خانم ها رو براش جمع نمیکنه. رئیس جمهوری نیجریه هم در پاسخ به این انتقادها شمشیر رو از رو بسته و گفته جای زن در آشپزخانه و خانه است. باز هم دلقک خمینی و یه اظهار نظر مسخره که شنیدنش هم حال آدم رو بد میکنه. از زنها اگر بپرسن بهترین عکس امام کدومه، میگن همون عکسی که امام چای دستش بود میبرد بره حاجخانه. کی گفته کار بده؟ یه بار امام که پاریس بود قبل از اینکه بیارن ایران، دیدن که آمد بیرون لباساش تره، گفتن آقا شیله پاره شده یه جوری. گفت من هر وقت میرفتم اینجا دیدم تمیزه. گفتم کی گفت همیشه تمیز بشه؟ یه بارم من تمیز کنم. امروز تصمیم گرفتم شیله دست گیرم این منطقه رو بشورم. در پایان با هم به تماشای هنرنمایی این کوچولو میشینیم که از حالا معلوم رابرت دنیروی آینده رو تو جیب بغلش داره.